ما خیلی صحبت کردیم ولی این چیزی که هست بخواد دوباره رابطه اوکی بشه به ضرر صدا نیست. سلام دارم صحبت. صدا الان هست؟ الان صدا هست؟ بذار یه دقیقه چیز در بیارم. اینو در بیارم لایت قد نشد. بچه یه دقیقه صبر کنید. قاب گوشی آب رفته تو گوشی. بارونم زده. بذار خودم یه دقیقه صبر کن. یه فوت کن. آقا صدا میاد بچه. صدا رو دارید بچه ها؟ اینو بهمون بگید که ما شروع کنیم. صدا هست؟ اگه صدامون رو دارید بگید. صدا واضحه، قشنگ خوبه. یه کار تنها دلم در نیومده. به جلو کرده رو در. اگه میگه مثلا پاتون زشته بشی. یه کار تنها دلم. ادامه این رابطه به هیچ عنوان به صلاح جفتمون نیست. یعنی اصلا به هیچ عنوان به صلاح نیست. خیلی خیلی به نظر من عواقب داره اگه برگردیم. اوکی ما الان همتون هم دارید میگید شما که حالش یه مقداری اگه دلتون با هم و اینا. بچه ها این آدم گذشته من بوده، با هم چه روزای خوب چه روزای بد خیلی گذروندیم ولی اوکی مقداری دوستش دارم اما نمیشه، واقعا نمیشه. من همه این صحبت ها رو گفتم بهش، من ازش مطمئن نیستم. حس میکنم اگه دوباره برگردم دوباره ضربه میخوریم. این سری ضربه خیلی خیلی فجیح میخوریم، خیلی بیشتر که عواقب خیلی زیادی هم داره. شما میگید یه فرصت دیگه بده ولی از پشت ماجرا خبر ندارید که ما این یه فرصت دو فرصت نیست. ما از ماه اولی که با هم کانکت شدیم، ما هم اوکی شدیم، همش قطع و وصل داشتیم. همش یعنی یه فرصت نیست. من 1000 بار بهش فرصت دادم، یکی دوتا نیست. خیلی هاتون میگید خب چرا اومدید؟ دوباره اومدم بخوام حرفا رو بشنوم، بخوام فکر بکنم. حالا اصرار خودش بود، خیلی اصرار داشت که میگه مشکل مثلا یکی از مشکلامون بایو بود. گفت من الان اومدم تو همه جا جار زدم، همه جا گفتم، الان همه میدونن من با تو هم قبلا یه بایو نمیذاشتم، الان اینجوری شده. ولی واقعا نمیشه دیگه. مشکل من الان یه بایو یا این که منو علنی کنه نیست. مشکل من اینه که من نمیتونم به هیچ عنوان، من تو بهترین روزای زندگیم حتی خودش هم نمیدونست، همین الان فهمید، حتی اشکارم نمیدونست، همین الان فهمید خودش. بعد از اون ماجرا متوجه شد. رفتم تراپی، یعنی با هم دوست بودیم، رفتم تراپی. بعد 2 ساعت گوشیمو خاموش کرده بودم. بعد که روشن کردم گفت کجایی؟ نگران شده بود. نه کجایی بگو. یعنی اون موقع نمیدونست. بعد از 2 ساعت دیگه گوشیمو برعکس کردم و از جایی که هست بودم براش فیلم گرفتم. گفتم نگاه کن من اومدم پیش روانپزشک، نتونستم بهت بگم، دلیل قانع کننده ای نداشتم بهت بگم الان که ما با هم خوبیم چرا رفتم پیش تراپی. چرا؟ چون من تو حتی حال خوبیامونم همش ذهنم پراکنده بود. چون اون دلم قرص نبود پیشش. حس می‌کردم یه آدم اضافی‌ام. که من با تراپی هم حرف زدم، برگشت بهم گفتش که تو بازم برگردی، بازم قطع بشه، بازم وصل بشی، بازم همینه. من حالا دوست ندارم زیاد، واسم خیلی 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 محترمه اما نمیشه بچه‌ها. شما دارید میگید یه فرصت بده، این بار 1000م میشه من بهش فرصت دادم. فرصت بدم، اوکی فرصت، فکر کن فرصت رو دادم. من الان دیگه نمیتونم، من الان دیگه اونقدر قوی نیستم. من حتی اگه بخوام یه 10 روزم باهاش کات بکنم، تو اون 10 روز مطمئنم خودم رو میکشم.
اینقدر دیگه حالم بده، اینقدر دیگه از این قطع و وصل. بچه‌ها یه فرصت نیست، یه فرصت دیگه نیست، هزاران تا فرصته. داره میگه آذر ماهی، منم واقعا یه دختر آبان ماهی ام، میدونه صدمو تو رابطه میذارم، همه تلاشمو میکنم. تا الان هر چقدر این آقا قطع کرده رابطه رو، من اومدم جلو وصل کردم. ولی دیگه فرصت آخری که بهش دادم بار 1001 بود. گفتم دیگه این فرصت آخره. یعنی شما فکر میکنید شما هر چی که تو ذهنتونه، من هر راهی واسه این رابطه رو گذاشتم. آقا خب 2 سال عمرم بوده، واقعا 2 سال عمرم بوده، نمیام که سرسری ردش بکنم. 2 سال از عمرم گذروندم، بهترین احساسات، بهترین خاطرات. ولی من همه راه ها رو امتحان کردم، من هر راهی که شما بگید رو امتحان کردم. راه آخرم همون کات آخرمون بود که تموم شد دیگه، هیچ راهی نیست بگم اوکی زهرا برو، اگه مشکلی پیش اومد این راهو نرفتی. من آدمیم که صدمو میذارم، همه راه ها رو امتحان میکنم، ولی وقتی نمیشه. من تو ذهنم برگشتم گفتم زهرا دیگه تو به اینجا رسیدی که نمیشه. حتی اگه بازم دلت تنگ شد، بازم قلبت لرزید، اینو قلبت نفهمید، اینو تو مغزت داشته باش که تو همه کارتو کردی و نشد. من اذیت میشم، من انگار یه آدمی دست و پامو بسته، کسی که دوستش دارم و جلوم نشونده داره اذیتش میکنه، داره عذابش میده و اون آدم خودمم، ولی دست و پام بسته است، نمیتونم کاری بکنم. دوست دارم که درکم بکنید. من هی میای میلاد، من نگاه کن، هی میای هی استوری میذاری، هی خاطراتو مرور میکنی، هی اصرار میکنی، من حس عذاب وجدان میگیرتم. خب بالاخره تو رو دوست داشتم، بالاخره تو بخشی از زندگی من بودی. من نمیخوام اذیتت کنم، یه دقیقه صبر کن، نمیخوام اذیتت کنم. خدا هم الان به حال ما گریهش گرفته. بارون رو دیگه خودت ببین، ول کن الان بابا باش. نه مردم اومدن که بشنون، من دوست ندارم، من دوست ندارم. منم نمیخوام تو رو اذیتت کنم، منم نمیخوام حس بد بدم که همچین حرفی الان برمیزنی میگی. بابا به خدا منو نیست و نابود کنه اگه بخوام 1%، 1 ثانیه بخوام تو رو اذیتت کنم. من میدونم تو نمیخوای منو اذیت کنی. من فقط دارم تلاش میکنم، میگم شاید معجزه بشه. به قرآن 100 نفر به من پیام میدم میگم میلاد دست از تلاش در ندار، دست از تلاش در ندار، 100 تا بذار واسه بچه‌ت، شاید برگشت. یه چیکار میدونم همه اینا رو میدونم. یه دقیقه صبر کن. الان منم نمیخوام اذیتت کنم. آقا الان میگی تموم، اوکی تموم دیگه، داری میگی تموم. گوش کن، الان داری میگی تموم، بگو که مردم هم بدونن. ببین الان من نمیدونم چند نفر تو لایو ما هستن، ولی این رابطه‌ای که من و زهرا داشتیم تموم شده دیگه، ادامه دار نیست. و تو این رابطه تمام تقصیرها گردن من بوده آقا، تمام اشتباه گردن من بوده. الان هم زهرا الان هم زهرا میگه میلاد ادامه نده دیگه، درمونگاه نیا، کار رو نکن. من خدا شاهده دارم هیچ کاری دیگه نمیکنم، فقط یه چیزی میکنم ازت، میتونم دوست داشته باشم. میتونم یا نه؟ الان تموم، هیچی نگو آقا، رابطه ما تموم، من میتونم دوست داشته باشم. تموم شده. من دوست ندارم من دارم میگم بخاطر این حالت عذاب دارم. خب به قرآن دیگه اگه ببینی، اگه دیگه الان اومدیم تو لایو واسه مردم مشخص کنیم آقا چی شده چی نشده، مردم من ازتون تمنا میکنم، خواهش میکنم، تو رو هر کی که میپرستید، تو رو اون مقدساتی که میپرستید، اگر به زهرا تحمیل کنید که نمیدونم زهرا برگرد به میلاد فلان دوست داره فلان، اصلا همچی چیزی، لطفا رابطه ما تموم شده و همه چی پاک تمام. الان اومدیم حال مردم رو خراب کنیم.
نه مردم میخوان بشنن. خب مردم از من سوال دارن، یه دقیقه اجازه بده. من حالم بده. نمیدونم چند نفرتون منو درک میکنید، کیا منو درک میکنن. من یک بار حرفمو بهتون گفتم، تو قسمت اکس دیت اول بهتون گفتم، باهاتون صحبت کردم، ولی چون از زمان اون گذشته انگار شما یادتون رفته اون حرفا رو، چون یک بار اون ویدیو رو دیدید. من اون داستانایی که گفتم و زندگی کردم، همه زخماش روی تنمه. من اون داستانی که شما شنیدید و زندگی کردم. من نمیتونم فراموش کنم. من دوست دارم به منم حق بدید. حالم بده. باشه، منم این آدم رو دوست ندارم اینجوری ببینم، میفهمید؟ ولی من نمیتونم دیگه برگردم. شما یک دور من اصلا دوست ندارم الان گریه کنم. شما یک دور داستان منو شنیدید، یادتون رفته، ولی من اون داستانو با گوشت و خون و جونم لمسش کردم، زندگیش کردم. من دارم با خودم اینجوری صحبت میکنم. باشه زهرا، اوکی، فرصت بده بهش. خب فرصت دادی، یه دعوا میکنن، یه موقع دعوا کردی، اون موقع ریاکشن چیه؟ ما انقدر قطع و وصل شدیم که من میگم حتی ترس